جشن نوروز در زمان حکمرانی هخامنشیان، گرچند که در زمان حکمرانی هخامنشیان در حدود این ایمپریای بزرگ خلقهای گوناگون عمر بسر می بردند، اما نوروز کهن جشن گرفته می شد به طور خاصی که همگان آن را خوش داشتند. تاریخ نوروز از زمان حکمرانی هخامنشیان هم پیش است. هخامنشیان هم به مانند بابایان خود این جشن را پاس می داشتند و با یک دبدبه خاص جشن می گرفتند. در زمان حکمرانی هخامنشیان هم نوروز جایگاه خاصی پیدا کرد. داریوش کبیر به آن اهمیت خوب می داد و آن را برای تحکیم قدرت خود استفاده می برد. نوروز در تخت جمشید، شوش، پاسارگاد و دیگر شهرهای کلان هخامنشی ها جشن گرفته می شد. در همین دوره از لیدیا، آشور، مصر، یونان، باختر، هند برای تبریک شاه می آمدند و هدیه ها می آوردند. تخت جمشید مرکزی اساسی جشن نوروز در زمان هخامنشیان به حساب می رفت. جشن نوروز خلقهای گوناگون ایمپری هخامنشی را به هم می آورد. نوروز به ادبیات، فرهنگ، هنر و معماری هخامنشیان تأثیر عمیقی گذاشته بود. مثلا نشانی از نوروز در یادگاری تخت جمشید خوب عیان است.